خب بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه دوستان و سروران و دانشجویان محترم سلام عرض می‌کنیم. سال روز وفات آن امام همام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو هم حضور شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. ما وعده داده بودیم که در این نوبت درباره یکی دیگر از نقشه‌های اجتماعی معلمان با هم صحبتی بکنیم و در نوبت پیشین درباره نقش معلمان در تسهیل پروسه توسعه در جامعه با هم قدری بحث کردیم و گفتیم که اندیشه ترقی یا توسعه تقریباً در دوره‌ای بین متفکران جامعه ما پا گرفت که یک کسانی به اندیشه انحطاط در جامعه پی بردند، یعنی به این پی بردند که جامعه ایرانی اسلامی از یه روزگاری دوران افول و انحطاط رو داره طی میکنه. اگر روزگاری خورشید تمدن اسلامی در حال طلوع کردن بود، در حال درخشیدن بود، در جهان عربده مستانه میکشید، بیت الحکمه‌ای دارالترجمه‌ای در دوران عباسیان توسط مأمون تأسیس میشد، کتاب‌هایی از اقصی نقاط جهان من جمله از یونان وارد ایران زمین میشد و ترجمه میشد و رفته رفته این تمدن فربهتر میشد، عظیمتر میشد، بسط تاریخی پیدا میکرد. از یه دوره‌ای به بعد این تمدن دوران افول رو طی میکنه و نمیتواند به سوالهایی که دوران جدید این سوالها رو طرح میکرد به این سوالات پاسخی رو بگوید. لذا عبور از یک جامعه سنتی به سمت یک جامعه مدرن یا مدرنیته، دیدن پاره‌ای از تحولات و دگرگونی‌هایی که در دوران جدید رخ میداد و خداحافظی کردن با یک آموزه دوران گذشته، با یک شیوه آموزشی که مکتبخانه‌ای بود و ورود به سمت آموزش مدرن، آموزش نوین که عموماً در ایران توسط سید حسن رشدیه پایه‌گذاری شد، منجر به زایش یک شخصیتی به نام معلم در جامعه ایران زمین شد. ما پیش از معلم عالمان داشتیم. این عالمان کسانی بودند که در مکتبخانه ها درس می دادند.
معلمان کسانی هستند که محصول آموزش نوینند، محصول مدارس جدیدند که در جامعه ایران زمین پا میگیرند و به پروسه ترقی و توسعه که در این 150-200 سال اخیر بر اثر چالشی که با تمدن غرب در گرفت اینان کمک میکنند. لذا معلمان در بدو پیدایش کمککاران و یاران ترقی و توسعه در جامعه ایران زمین بودند. مقاله‌ای که من در این خصوص نوشتم و یکی از دغدغه‌های خود من بوده، در همین کتاب جدید الطبعی که اخیراً چاپ شده است تحت عنوان بانگ آب، در اینجا در پایان کتاب 2 مقاله از من اومده است. این 2 مقاله هر دو درباره توسعه است و نگاه‌هایی که برای توسعه در واقع طرح شده است و دغدغه‌ای که خود من داشتم در این کتاب اومده است. من پاره‌هایی از اینها رو با شما الان در میون میذارم تا شما ببینید که ما با چه موجود مهیبی در واقع مواجه بودیم. تلاش میکنم که در همین جا برای شما هم این رو نشون بدم. بله، این مقاله اینجوری آغاز میشه که توسعه یافتگی دغدغه دیرهنگامی است که گریبانگیر یا گلوگیر پاره‌ای کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوب شرق و این اواخر آسیای میانه شده است. کشورهایی چون ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم زمینگیر شدند، طعم تلخ ماجرای هیروشیما و ناکازاکی رو به عیان دیدند. علی‌رغم داشتن پشتوانه سنتی سنگین با مؤلفه‌های جهان جدید کنار اومدند. اینک در زمره 8 کشور بزرگ صنعتی جهان جا گرفتند. ایران و عثمانی آن دوران پس از جنگ چالدران و ورود نیروهای پرتغالی و دانمارکی و انگلیسی به منطقه نرمک شاهد و ناظر زایش قدرت جدیدی در جهان شدند. پس از آن که شمشیر شاه اسماعیل لوله توپ عثمانی را نبرید، پس از اینکه عباس میرزا یقه قزاق روس را گرفت و به او گفت که به من بگو که چرا ما همیشه در جنگ با شما شکست می‌خوریم، مگر این خورشید همان خورشیدی نیست که در سرزمین شما طلوع و غروب می‌کند؟ چون همیشه در جنگ با روس‌ها اینا شکست می‌خوردند. عباس میرزا، اون سردار رشید در اون دوره، براش این سوال بود که چرا ما در جنگ با روس‌ها همیشه شکست می‌خوریم. پس از اینکه ترک شیرازی دل مظفرالدین شاه رو به دست آورد و او به خاطر خال هندویش سمرقند گلستان و بخارای ترکمنچای رو به ثمن بخس از دست فروهشت، یعنی از دست داد این رو واقعا. پس از اینکه علمای مشروطه خواه مسلح به اندیشه های جدید در اون دوره 2 نوع علما صف بستند: عالمان مشروطه خواه، عالمان مشروع خواه. اینا 2 دسته بودند. علمای مشروطه خواه مسلح به اندیشه های جدید به نیت حفظ اسلام در برابر علمای مشروع خواه مسلح به
اندیشه های سنت ناکام شدند، ما دانستیم که ما ناتوان هستیم و اونها توانا هستند. خب اندیشه های اقتصادی و اوضاع اقتصادی هم به پروسه توسعه یا ترقی در اون دوران کمک میکرد. اگر بخواهیم اوضاع اقتصادی اون دوران رو نگاه بکنیم میتونیم اینها رو بشنویم. لرد کورزون در مورد اوضاع اقتصادی ایران در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 چنین میگوید: تشدید فلاکت روستاییان کار رو به فروش کودکان روستایی کشاند. فروش کودکان خردسال، حتی روستاییان جوان، برای پرداخت مالیات در ایالات لرستان، سیستان، خراسان و کرمان امری کاملا عادی بود. روستاییان بلوچستان جز پوست هندوانه چیز دیگری برای رفع گرسنگی نداشتند. رعایای املاک دولتی در سیستان و بلوچستان از گرسنگی و پریشانی علف می‌خوردند و لوت و عور مثل حیوانات زندگی می‌کردند. مع الاسف این فروش کودکان چیزی است که شما در جامعه ایران زمین همین الانش هم دارید مشاهده می‌کنید. در پیغام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی احیانا میاد شما می‌بینید که در تهران همین الانش بچه‌های خردسال رو تا 200,000 تومان هم خانواده ها می فروشند. شکست روسیه از ژاپن، انقلاب 1905 روسیه، ورود هیئت‌های سیاسی اروپایی از زمان فتحعلی شاه به ایران، ارتباط یافتن بخشی از مردم ایران با اروپا، تغییر در ساختار اقتصادی، افتتاح مدارس جدید در تهران و تبریز که باید میگفتیم تبریز و تهران، چون اولین مدرسه جدید در تبریز ساخته میشه و من راجع به رشدیه الان صحبت خواهم کرد. ورود وسایل ارتباط جدید همچون تلگراف، تلفن، پست جدید، ترجمه کتاب از زبانهای اروپایی، شکلگیری یک طبقه تحصیل کرده انتلکتوئل، ورود آن به عرصه اجتماع، سرشکستگی ناشی از شکست‌های بزرگ نظامی ایران در جنگ با روسیه در دوران قاجار، تجزیه بخش‌هایی از سرزمین‌های شمالی کشور و افغانستان، در پایان آن جنگ‌های ذلتبار، فتحعلی شاه و اطرافیان و درباریان تنپرور بیخبر همچنان از دور اینان رجزخوانی می‌کردند. کشور به سمت قهقرا و انحطاط کشیده می‌شد. پادشاهان ما مشغول رجزخوانی بودند. فتحعلی شاه در پایان جنگ بر تخت جلوس کرده در حالی که به دو متکای مروارید دوست تکیه داده بود، دریای غضبش به جوش میاد و روی دو کنده زانو نشسته شمشیر خود رو به اندازه یک وجب از نیام میکشه و این شعر رو که زاده افکار خودش است میسراید: کشم شمشیر مینایی که شیر بیشه بگریزد، زنم بر فرق پاسکوویچ که دود از پتر برخیزد. پتر کبیر. پاسکوویچ همون فرمانده سپاه بوده. یعنی این شمشیر رو میکشم، روسیه رو مثلا دو شقه میکنم، نیمخیز میشه از اون تخت پادشاهی. اطرافیان هم میان التماس میکنن، به پاش میفتن، او رو از این کار برحذر میدارن، میگفتن که برق شمشیر شما دنیا رو زیر و رو میکنن، شمشیرتون رو اعلی حضرت در غلاف کنید، مبادا شما شمشیرتون رو از نیام برکشید. شکست سپاه ناصرالدین شاه در مرو، دادن امتیازهای اقتصادی مکرر و غیر عادلانه
به روسیه و انگلستان، انسداد سیاسی و از بین رفتن مشروعیت سلسله قاجار، گسترش فقر، افزایش مالیات‌ها، همه خبر از ورود یک مهمان فربه و به چالش کشیدن میزبان نحیف داشت. اون مهمان فربه عبارت است از ترقی و توسعه‌ای که در ممالک اروپایی رخ داده بود. این میزبان نحیف و لاغر عبارت بود از فرهنگ اسلامی و جامعه سنتی ایران زمین. شما میدونید ما از روس‌ها هیچ وقت خیری رو ندیدیم. یعنی یه نفر بلند شه دستش رو انگشتاش رو حرکت بده بشماره و بگه که ما در این 2 سده اخیر این فواید رو در واقع از روس‌ها برده ایم. همین الانش هم که هست این نیروگاه بوشهر رو اینها تکمیل نکردن، به ما ندادن. خلف و وعده هایی که در تحویل تجهیزات جنگی به ما دارند، بازی هایی که اینها در دفاع مقدس در عراق کردن و همین الانش هم که ماجراهاشون رو در سوریه ما میبینیم. از نخستین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه طرفداری از اندیشه ها و روش های سیاسی لیبرال غربی آغاز شد. رشد اندیشه های لیبرال در میان روشنفکران ایرانی بیشتر از بیدار شدن احساسهای ملی گرایانه ناشی می شد تا اشتیاق محض به فلسفه لیبرال غربی. این خیلی نکته مهمی است واقعا. ایرانیان بیشتر به قدرت نظامی و دستاوردهای مادی کشورهای غرب، به ویژه کشورهای دارای نظام مشروطه، رشک می بردند تا به آزادی‌های فردی در غرب. این واقعا نکته تأمل برانگیزی است دیگه. اتفاقاتی که در اروپا رخ داده بود یه مبادی داشت، یه مبانی داشت. یکی از اونها خب شما حتما میدونید مبارزه‌ای بود که سالیان سال کلیسا با سلطنت کرد، یا بگیم که تعبیر دقیقش این باشه که بگیم طرفداران جمهوری، طرفداران سلطنت، مبارزه‌ای که با کلیسا کردن. درک دینی که در عالم مسیحیت بود رفته رفته کاتولیک جای خودش رو به پروتستان داد و محدود کردن کلیسا از همه اروپا به واتیکان یه اتفاق مهمی بود که در درک دینی مسیحیت در اروپا رخ داد. این تحول تنها در درک دینی اروپاییان رخ نداد، بلکه در فلسفه هم خودش رو نشون داد. یعنی جامعه غربی رفته رفته به سمت لاییک، به سمت سکولاریته حرکت کرد. نوع حکومت به سمت جمهوری تغییر پیدا کرد. اندیشه های جان لاک، اون کتاب قراردادهای اجتماعی، همه اینها جای خودش رو باز کرد در تمدن اروپایی و یه رشد متوازن و همنوایی در اونجا اتفاق افتاد. یعنی اگر جایی گوسفند فلسفه از چاله یا از چاه دارک ایج، عصر تاریک، پرید، به دنبال اون گوسفند فلسفه علم هم پرید، به دنبال اون درک دینی هم پرید. یعنی یک موازنه‌ای رخ داد، یه هارمونی ایجاد. هر کدومشون برای خودشون یه ساز مستقلی رو نزدن، توجه میکنید؟ و همه اینها تبدیل به یک قدرتی شدند برای چپاول کشورهای شرقی. ایران هم بی نصیب نماند، هند هم بی نصیب نماند و شروع کردند به دوشیدن و غارت کردن کشور. منابع رو از ماها بردند، ثروت‌ها رو از ما بیرون کشیدند،
اما یه مدیریت علمی رو اونجا سوار کردن. اون مدیریت علمی عبارت بود از این که این ثروت‌های به غارت رفته از طرف ما رو هم عادلانه بین خودشون تقسیم کردن، هم این ثروت‌ها رو به یک سرمایه هنگفتی تبدیل کردن. این سرمایه هنگفت اینها رو به یک قدرتی تبدیل کرد که این قدرت رو در صنعت اینا نشون دادن، در تکنولوژی نشون دادن، قدرت‌های نظامی. توجه می‌کنم ایرانیان هم، روشنفکران ایرانی هم میگه دلبرده این تحولات نظامی در جهان غرب بودند. به جای اینکه شیفته آگالیته، فراترنیته، آزادی، برابری اینها باشند، دنبال اینها نبودند. بیشتر دنبال این بودند که چه شده است که اونها از نظر نظامی پیشرفت کردند، چه میشد ما هم از نظر نظامی پیشرفت میکردیم. عموم روشنفکران ما بیشتر این دغدغه ها در ذهنشون بود. نکته‌ای که در اینجا باز میشه، پیشتازان ترقی و توسعه در اندیشه اسلامی کیا بودند؟ خب بدونید این حجم اول به جهان اسلام وارد شده بود، بعداً به جامعه ایرانی که جزئی از اقمار جهان اسلام بود. یه حجمی هم به خلافت عثمانی وارد شده بود که پارهای عظیمی از کشورهایی که الان شما میبینید، عراق و سوریه و اردن و مصر و اینها در زیر سیطره تمدن عثمانی بودند. به زانو در آوردن خلافت عثمانی یک هدف بود و ایران هم که جزئی از این تمدن اسلامی بود هدف دوم. در این بین در جهان اسلام متفکرانی بودند که این دغدغه رو داشتند. چه میشد ما هم ترقی میکردیم؟ چه میشد ما هم توسعه پیدا میکردیم؟ چه میشد ما هم به پای کشورهای اروپایی میرسیدیم؟ اینا سوالاتی بود که در ذهنشون ایجاد میکردن. خب چند تا از اینها رو من در اینجا آوردم. یکی از اینها آقای رافع طهداوی هست، از بزرگان مصر است. یکی از اینها یعقوب ابن رافائیل سنو هست، از مریدان سید جمال است. یکی دیگه طه حسین است. محمد عبده هست، عبدالرحمن کواکبی هست، مصطفی کامل هست. من اجازه میخوام که در اینجا ذهن شما رو با سید جمال آشنا بکنم. دوستان این شخص یه شخصیت عظیمی داشت و میشه گفت که سلسله جنبان تحولات دینی جهان اسلام در اون دوران شخصی نبود جز سید جمال اسدآبادی یا سید جمال افغانی. خب بیشتر این شخصیت هایی که الان برای شما نام بردم، من جمله محمد عبده در مصر، رشید رضا در مصر، اینا کسایی بودن که از شاگردان سید جمال بودن. بذارید یه ذره با این شخص ما آشنا بشیم، بعد به سراغ سید حسن رشدیه حتما خواهیم رفت. سید جمال خب سال 1217 شمسی متولد میشه. یه اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه های اتحاد اسلام بود. از جمله نخستین تئوری پردازان بنیادگرایی اسلامی است. بنیادگرایی اسلامی یعنی فاندامنتالیسم، اسلامیک فاندامنتالیست، یعنی فاندامنتالیستی اسلامی، بنیادگرایی اسلامی، یعنی بازگشتن به اصل، بازگشتن به سنت، که خیلی بذر این و تخم این اندیشه در مصر پا گرفت.
بعدها احزابی در اونجا قدرتمند شکل گرفت. یکی از بزرگترین احزابی که از دل بنیادگرایی اسلامی در مصر پا گرفت اخوان المسلمین بودن، حسن البنا بودن، سید قطب بودن که کتاب‌های اینها کتاب‌های عظیمی است. من توصیه‌ام این است که دوستان حتما کتاب‌های سید قطب رو پیدا کنند و بخونند که ترجمه‌هایی هم به فارسی از کتاب‌ها شده است. در کنار بنیادگرایی اسلامی، سید جمال نخستین متفکر مدرن و فعال اجتماعی بود که نسبت به بیماری‌های اجتماعی جوامع مسلمان، ناتوانی‌های موجود در اون جامعه هشدار می‌داد. یکی از مهمترین شعارهای سید جمال وحدت در برابر قدرت‌های غربی بود. کم روشنفکری این شعار رو واقعا داده است، کم متفکری جهان اسلام رو به صورت وحدتمند متحد بسیج کرده تا علیه قدرت‌های غربی متحد بشن. خب تأثیرش فوق‌العاده بوده است. این مستشرقان آقای گلدزیهر، جمیر، اینها کسایی بودند که راجع به سید جمال حرفهایی زدن و صرف نظر از این که خب سید جمال همدانی بوده است، ایرانی بوده است یا افغانی بوده است، خب سید جمال یک آدم رندی هم بوده است. یکی از دلایلی که او رو بیشتر افغانی میدونند، مؤثرش و مبدعش خود سید جمال است. یعنی خودش در جهان اهل تسنن، چون اون موقع خیلی شیعیان جایگاهی نداشتن. الانش هم شما نگاه نکنید که ما یه بست تاریخی، بست قدرتی پیدا کردیم، یه هلال شیعی رو درست کردیم. اون موقع جهان اهل تسنن خیلی قدرت بزرگی داشت، عثمانیان اونور. خب لذا اگر سید جمال خودش رو به صورت یک متفکر شیعی جا می‌زد، در همون دم اون رو تکفیرش می‌کردن و حرفاش رو هم شاید نمی‌شنیدن. یرواند آبراهامیان، همون شخصی که ایران بین دو انقلاب رو نوشته است، یک کتاب خیلی خوندنی است، حتما این کتاب رو شما بخونید. ایران بین دو انقلاب، یعنی انقلاب 57 انقلاب مشروطه، که این آبراهامیان یه ارمنی تبریزی نویسنده این کتاب بوده است. پس از مهاجرت به استانبول برای مخفی کردن زمینه شیعی خودش، سید جمال نام افغان رو به خودش برگزیده است. خب شخصی بوده که از همون سنین جوانی خودش، در سن 18 سالگی مهارت پیدا میکنه در علوم زمانه خودش. بعدها به هندوستان و حجاز و مکه مسافرت میکنه، بعد به افغانستان برمیگرده، در جنگ هرات با محمد خان همراهی میکنه، به مصر میره، با دانشمندان اونجا همنشین میشه. در مصر به خاطر دانشی که داشت، کمالاتی که داشت، عجیب این شخص خطبه های قرایی داشته است. من یکی از این خطبه های عربیشون رو ترجمه کردم. واقعا تبحری که سید جمال در سخنرانی های عربی داشته است، قلمی که داشته است به عربی، حیرت انگیز است. در دانشگاه الازهر مصر منطق و فلسفه رو درس میداده است، نه اینکه اونجا بره درس بخونه. در الازهر، بزرگترین دانشگاه جهان اهل تسنن که الازهر باشه، سید جمال در اونجا فلسفه درس میداده است. اشاره کردم که شیخ محمد عبده و گروهی از فضلای مصر، از جمله رشید رضا که اون تفسیر المنار رو نوشته است، از جمله شاگردان سید جمال بودند. سید جمال در سال 1254
بنا به دستور شیخ انصاری عازم هندوستان میشه. خب با علوم جدید که آشنایی داشته تلاش میکنه شبه قاره هند رو علیه استعمار انگلستان بسیج بکنه. یعنی یه مردی بود که ساکن یک جا نبود. در مصر با استقبال مقامات دولتی روبرو میشه. خیلی از نویسندگان و روشنفکران مصر از او بهره میبرند. شیخ محمد عبدو مفتی بزرگ مصر کسی بود که مقام افتاء رو داشت. میدونید همین الانش هم مقام افتاء در جهان اهل تسنن از آن عربستان نیست. اینا حق افتاء ندارن، یعنی نمیتونن فتوا بدن. دانشگاه الازهر باید فتوا بده و در اونجا رئیس دانشگاه الازهر باید فتوا بده. رئیس دانشگاه الازهر اون دوران شیخ محمد عبدو شاگرد و مرید سید جمال بوده است. خب در تحولات سیاسی مصر اینها نقش بزرگی رو داشتن و بعد ایران هم از نگاه سید جمال دور نبوده، یعنی همیشه یه نیم نگاهی به تحولات ایران داشت. ایران اون دوران البته کاملا در خواب بود. در لندن و پاریس سید جمال مورد توجه مقامات سیاسی اروپا میشه. با همراهی شیخ محمد عبدو روزنامه عروة الوثقی رو منتشر میکنند. اینم جز اون روزنامه‌های مؤثر در اون دوران بوده است. 18 شماره منتشر میشه و مهمترین هدفی که این روزنامه داشت اتحاد جهان اسلام بود. نهایتاً به حجاز میره، از بوشهر وارد ایران میشه، به تهران میره و در خانه امین الضرب ساکن میشه. چند بار با ناصرالدین شاه ملاقات میکنه. با ناصرالدین شاه از ضرورت قانون حرف میزنه. میدونید یکی از ثمراتی که ترقی در کشورهای اروپایی داشت عبارت بود از استقرار قانون. اینکه شاه رو قانونمند کنن، شاه رو مشروطش بکنن، دست شاه رو با قانون ببندن، یکی از اتفاقاتی بود که در اونجا رخ داده بود. الان سید جمال ناصرالدین شاه رو با قانون میخواد آشنا بکنه. میگه خب شما باید اهل قانون باشید. توجه میکنید شاه سخنان سید جمال رو خب نمیپسنده، دستور به اخراج او از ایران میده. او هم از راه مازندران به قفقاز، بعد به مسکو، پترزبورگ به اینها سفر میکنه. ناصرالدین شاه یه سفری به مونیخ هم میکنه با سید جمال. در سفری که به مونیخ داره اونجا هم با ناصرالدین شاه امین السلطان ملاقات میکنه. دوباره به ایران برمیگرده. بعد در شاه عبدالعظیم ساکن بوده. دوباره با شاه اختلاف پیدا میکنه. شاه دستور میده که او رو مفتضحانه از ایران بیرون کنن. او هم به بغداد و بصره و سپس به اروپا مسافرت میکنه. بعد از اینکه سید جمال کم کم از ایران ناامید میشه، تصمیم میگیره که یه سری به امپراتوری عثمانی بزن. امپراتور عثمانی کسی نیست جز سلطان عبدالحمید. سلطان عبدالحمید او رو به استانبول دعوت میکنه و اون نفوذ و هژمونی که سید جمال در کشورهای اسلامی داشت، سلطان عبدالحمید میخواست از این بهره ببره تا به نوعی در اداره کشورهای اسلامی ازش بهره ببره. در استانبول اینجا میرزا آقاخان کرمانی رو میبینه.
میرزا خان کرمانی کی هست؟ بله، همون شخصی که ناصرالدین شاه رو ترور میکنه و به حکومت ناصری در ایران پایان میده. این از جمله شاگردان سید جمال بوده است. خب در استانبول با میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی، خبیرالملک، اینا تصمیم میگیرن که علیه شاه به نشر مطالبی بپردازند. این وقتی که ناصرالدین شاه توسط این میرزا رضای کرمانی که از مریدان سید جمال بود ترور میشه، دولت ایران میخواد که سید جمال رو به ایران تحویل بدن، ولی عثمانی ها نمیپذیرن. خب سید جمال یه حلقه‌ای هم برای خودش ایجاد کرده بود دیگه، تنها نبود، یه یارانی داشت. از جمله اینها میرزا ملکم خان بود که من به ایشون هم اشاره خواهم کرد. خب اینا هم کسایی بودن که علیه دربار اون دوران فعالیت میکردن. شخصیت هایی مثل شیخ ابوالقاسم روحی، شیخ احمد روحی، اینها از جمله کسایی بودند که از مریدان سید جمال بودند. خب پایان عمر سید جمال هم وقتی که از چشم سلطان میفته، مواجبش رو از دربار قطع میکنن، نهایتاً با فقر زندگی میکنه، به سرطان دچار میشه و در سال 1275 هجری شمسی، تقریباً چند سال پیش؟ بله 120 سال پیش، 121 سال پیش در استانبول وفات میکنه و در همونجا هم دفن میشه. خب این در ارتباط با سید جمال اسدآبادی است. خب اگر شما اجازه بدید با یکی دو تن دیگر از این بزرگانی که من اسمی از اونها رو بردم، با اونها هم ما آشنا بشیم، بعد موضوعمون رو ادامه میدیم. یکی دیگه از اون شخصیت‌های اثرگذار اشاره کردم که شیخ محمد عبده هست. بله خب اونا خیلی معاصرن دیگه، بذارید ما من نمیدونم. بله شیخ محمد عبده یه فقیه حقوقدان اصلاحگر دینی مصر که خیلی ها از جمله وی رو از جمله پیشگامان نواندیشی دینی در جهان اسلام میدونند. در سال 1266 هجری قمری در یکی از دهکده های مصر متولد میشه. پدرش رو عبده خطاب میکردن. عبده یعنی عبدهو، یعنی عبد خداوند.
محمد رو در سن 13 سالگی برای تعلیم معارف اسلامی به جامع احمدی می سپاره. اما محمد آموزه های اونها رو دوست نداشت، اونجا رو رها کرد. پس از مدتی به سفارش دایی پدرش شیخ درویش که نظرات او رو میپسندیده دوباره به جامع احمدی برمیگرده. بعد به دانشگاه الازهر میره یا جامع الازهر. محمد عبده از محضر بزرگانی بهره میبره. اشاره کردم که یکی از اونها سید جمال اسدآبادی بود. به توصیه سید جمال به مطالعه علوم عقلی میپردازه. پس از اون میاد معلمی میکنه، شغل معلمی رو انتخاب میکنه. دوستان، ما معلمان باید الگوهایی رو داشته باشیم. یعنی محال است شما با نداشتن الگو یا پارادایم بتونید در شغل معلمی موفق باشید. چند تا الگو در معلمی ما باید انتخاب کنیم، بگیم اینا معلمان موفقی بودن در تاریخ معلمی. دارم اینها رو برای شما توضیح میدم. خب، شاگردان زیادی رو محمد عبده تربیت نمود. از جمله اونها رشید رضا، سعد زغلول، احمد امین، طه حسین، مصطفی عبدالرزاق. اینها رو تنها یه اسم نبینید، واقعا اینها شخصیت‌های خیلی بزرگی در جهان اسلام بودند. شخصیت‌های خیلی بزرگ در جهان اسلام. در سال 1294 ایشون موفق میشه درجه علیم رو از دانشگاه الازهر بگیره. همونجا مشغول تدریس علوم دینی و اخلاق میشه. به دعوت دانشکده دارالعلوم قاهره تدریس تاریخ میکنه. عبده علاوه بر کار معلمی، حرف معلمی، کار سیاسی هم میکرد. وارد حزب وطنی مصر میشه. به پیشنهاد ریاض پاشا وزیر خدیو پاشا، اینا خدیو لقب پادشاهان مصر بوده، سردبیری روزنامه الوقایع المصری رو انتخاب میکنه. یه انقلابی سال 1299 در مصر صورت میگیره. با این انقلاب که انقلاب احمد عرابی هست، این انقلاب شکست میخوره. سید جمال محمد عبده به مدت 6 سال از قاهره تبعید میشه، به لبنان میره. پس از اونجا وارد پاریس میشه. روزنامه اروة الوثقی که اشاره داشتم که سید جمال و دوستانش این روزنامه رو منتشر میکردن، یکی از اونها هم محمد عبده بود که روزنامه اروة الوثقی رو علیه استعمار انگلستان در دل اروپا اینها منتشر میکردن. پس از اینکه در پاریس، لندن اقامت میکنه، دوباره عازم بیروت میشه و میاد اون اندیشه وحدت اسلامی که مسلمانان باید متحد بشن، تقریب ادیان فرق اسلامی که باید به هم نزدیک بشن، اونجا میاد فعالیت میکنه. تغییرات سیاسی اجتماعی در مصر باعث میشه که ایشون به مصر برگرده. در پایان عمر عضو مجلس شورا بشه و بیشتر عمر خودش رو صرف اصلاح اندیشه دینی بکنه. فعالیت‌هایی که در امور خیریه داشته، مسافرت‌های متعددی که به شهرهای اروپایی داشت، باعث شد که از نزدیک با قوانین مدنی اروپا در وین و برلین آشنا بشه. سال 1899 هم عبده به مقام مفتی مصر انتخاب میشه، بالاترین درجه‌ای که در مصر هست. اصلاحات زیادی رو محمد عبده در روش تدریس، برگزاری امتحانات شاگردان به میاره. تا پایان عمر هم عبده در این مسند میمونه. سال 1323 هجری قمری هم وفات میکنه. این خلاصه ای از زندگی محمد عبده هست. اما بشنوید اون جمله معروفی که شما شنیده بودید. عموما این جمله رو منتسب میکردن به سید جمال که از سید جمال نیست، از محمد عبده هست. جملهش این است:
رفتم به غرب اسلام را دیدم ولی مسلمان ندیدم. برگشتم به شرق مسلمان دیدم اما اسلام ندیدم. جمله معروف محمد عبده است. خیلی جمله تأمل برانگیزی است. جمله است که میشه برای این جمله مقاله نوشت. عبده، بله من دارم به شما میگم دیگه. الان در مورد سیاست و حکومت وی معتقد بود که مردم هر کشوری باید آزاد باشند. با توجه به شرایط روزمره جامعه خود مردم هر کشوری نوع و روش حکومت خودشون رو باید تعیین بکنن. محمد عبده معتقد بود که مسلمانان نمیتونن فقط به منابع نوشته شده توسط روحانیان رسمی به اینها فقط اتکا داشته باشند. اینا باید متناسب با شرایط روزمره و زمان خودشون به عقل و منطق متوسل بشن. عبده می گفت که اسلام مردم رو تشویق به تفکر می نماید. تقلید کورکورانه را از سنت جدا می دانست. به گفته عبده بزرگترین دارایی های مذهب عبارت است از استقلال اراده، استقلال فکر و استقلال عقیده است. معتقد بود که رشد تمدن غرب هم در اروپا بر این دو اصل استوار است: استقلال فکر و استقلال عقیده. مخالفان محمد عبده را حتی کافر نامیدند، اما پیروانش به او امام، حکیم، احیاگر دین، رهبر اصلاحگران می گفتند. عبده بازگشت به مراحل اولیه اسلام رو شعار میداد. عبده معتقد بود که علت اصلی عقب ماندگی مسلمانان در تقدیس اشخاص و کتب به غیر از قرآن کریم است. یه عده شخصیت‌هایی رو اینها مقدس می‌دونستند مسلمانان. عبده به اینها حمله می‌کرد، گفت که اینها شخصیت‌های مقدسی واقعا نیستند. توجه می‌کنم. بله، اشخاص تاریخی، شخصیت‌های علمی. مثلا شما همین الانش هم در حوزه‌های ما نگاه بکنید، ارج و قربی که شیخ انصاری الان در حوزه‌های علمی ما داره، شاید بگیم که به اندازه‌ای است که پاره‌ای از پیشوایان صالح ما در بین اون علما ندارن. حرفشون اونقدر حجت داره. مطرح cüzdesini ne dersen, azadiye gittiğinin, azadiye gittiğinin باعث پیشرفت olur. قطعاً یکی از عناصرش این بوده است، قطعاً یکیش این بوده است، ولی همش این نبوده. توجه میکنیم. من در این سلسله مباحث به اینها اشاره خواهم کرد، شما عجله نکنید. این که مسلمانان، بله، مسلمانان عصر حاضر از نظر عبده هیچ پیشوایی جز قرآن نباید داشته باشند. قرآن رو اینها به پیشوایی باید انتخاب بکنند. خب یکی از دیدگاه‌های افراطی که شیخ محمد عبده داشت این بود که به روایات و احادیث توجه چندانی نمی‌کرد. او سردمدار مدرسه بازگشت به قرآن بود. تقلید از گذشتگان، بستن باب اجتهاد رو از نشانه‌های بدبختی مسلمانان می‌دانست. میگفت مسلمانان برای اینکه روی ترقی و توسعه رو ببینن باید باب اجتهاد رو باز کنن و اجتهادهایی رو باید در اندیشه دینی ایجاد بکنند. همچنان دغدغه تقریب مذاهب رو داشت. تفکرات عبده البته مخالفان سرسختی داشت. پاره‌ای از شیوخ سنتی، اونایی که مقلد بودند، اونها رو برمی انگیخت. ولی خب محمد عبده موفق شد یه ساختمان فکری رو طراحی بکنه. اون ساختمان فکری بعدها همون
اصلاحگران دینی بودند که در جهان اسلام پا گرفت. متفکران و مشایخ بزرگی که در الازهر رشد کردند، مثل شیخ مصطفی المراغی، شیخ احمد امین، علی عبدالرزاق، شیخ مصطفی عبدالرزاق، شیخ شلتوت. من راجع به شیخ شلتوت سخنرانی کردم، فایلش رو در اون کانال تلگرامی خودمون گذاشتم که شیخ شلتوت در جهان اهل تسنن چه کرد. یه فتوای بزرگ تاریخی رو صادر کرد. اون این بود که عمل به فقه شیعه جایز است، یک شیعه رو میتوان پذیرفت در جهان اهل تسنن. روزگاری که اینا فتوا میدادن که شیعیان کافرن، شیعیان نمازشون عباداتشون درست نیست، یه مفتی بزرگ الازهر که شیخ شلتوت بعدها مفتی بزرگ میشه، ارتباطهایی که شیخ شلتوت با آیت الله بروجردی داشت، نامنگاری هایی که داشت با آیت الله کمری اینها داشتن، که اینا رفتن از ایشون تشکر کردن، گفتن خیلی خوبه شما ما رو تحویل گرفتید، ما شیعیان رو، و شیعیان می توانند در نماز جماعتشون دست باز نماز بخونن در بین اهل تسنن. اینا اجازاتی بود که شیخ شلتوت داد. اینا شاگردان شیخ محمد عبده بودن. شیخ محمد عبده هم اینا از شاگردان سید جمال بودن. شما فکر نکنید اینا به سادگی به دست نیومده بود. توجه میکنید؟ خب البته گرایش‌های سلفی، گرایش‌های وهابی، اینا وقتی که در عربستان اینها به قدرت رسیدن، رفته رفته اندیشه‌های سید جمالی، شیخ محمد عبدهی رو اینها به کنار زدن، نه اینکه اینها نبودن. توجه میکنید؟ خب کسانی بودند که مؤثر از اندیشه‌های عبده بودند، متفکران نامدار مثل قاسم امین، طه حسین، خب جمال البنا، اینا کسایی بودند که از جمله شخصیت هایی که متأثر از اندیشه های عبده بودند. شیخ محمد عبده پدیده تکفیر رو شما نگاه کنید، چه پدیده راحتی است. مثلا چقدر حربه راحتی است برای از میان بردن رقیبان. فلانی کافر است، بذاریدش کنار. شیخ محمد عبده معتقد بود که پدیده تکفیر یک اندیشه جاهلی است. قضاوت درباره عقیده مردمان رو فقط کار خداوند می‌دانست و میگفت که نباید به اون اندیشه وارد شد. یه اندیشه های سیاسی هم محمد عبده داشته است که هم در اون کتاب الاسلام و نصرانیه آورده است. من فعلا وارد اون اندیشه ها نمیشم. عبده معتقد بود که سلفیه و وهابیه درسته که یه زیبایی ظاهری در اندیشه توحیدی دارند. ممکن است یه زیبایی های ظاهری داشته باشن، شما رو دعوت به توحید بکنن. مثلا بگن که آقا قبر مسلمانان نباید یک وجب بالاتر باشه، باید دقیقاً مماس با خاک باشه، همسطح با خاک باشه، نباید بیاد. مثلا به شما بگن که شما به زیارت ائمه نرید. من خودم سال 86 که مکه بودم دوست داشتم که خب قبر پیامبر رو اونجا زیارت بکنم. دیدم که خب مامورانی میان اونجا هشدار میدن که شما خب زیارت نکنید یا بوسه‌ای نکنید، لمسی نکنید. نه، به ظاهر اندیشه توحیدی است. به ظاهر شما رو داره از یک نوع توجه به غیر باز می‌داره ظاهر، ولی عبده معتقد است که محتوای این محتوای جاهلی است، محتوای این ضد قرآنی است. با تقدیس و تقلید کورکورانه از گذشتگان و اینها همراه است، با متن قطعی قرآن اینها سازگار نیست. درباره اهل حدیث، درباره وهابیت خب حرفایی داشت محمد عبده.
توجه میکنید؟ میگفت که در اون کتاب الاسلام بین العلم و المدنیه، اسلام در میان علم و مدنیت، اونجا میگه که فئة زعمت انها نفذت غبار التقلید، گروهی فکر میکنند که غبار تقلید را زدودند و ازالت الحجب و حجابهایی را زدودند التي کانت تحول بینها و بین النظر فی آیات القرآن و متون الاحادیث. غبار تقلید را زدودند، حجابهایی را از بین بردند، این حجابهایی که بین خود و تدبر در متن قرآن و متون احادیث است. ولکن هذه الفئه، اما این دسته، این گروه، اضیق اطناً و احرج صدراً من المقلدین، اما این دسته از مقلدین تنگ نظرتر و مرتجعترند. اینها تفکر ارتجاعی دارند. فانها ترا به معنای بیلیودت هست دیگه در عربی، یعنی معتقدند، به معنای دیدن نیست. فانها ترا وجوب الاخذ بما یفهم من لفظ الوارد، اینها قائلند به این که فقط الفاظ به صورت ظاهر محترمند، تنها به ظواهر تکیه میکنند، به ظواهر متن تکیه میکنند، بدون التفات الی ما تقتضیه الاصول التي قام علیها الدین، بدون اینکه اینها به اصولی تکیه بکنند که دین بر اساس اون اصول استوار شده است. فلم یکونوا للعلم اولیاء ولا للمدنیة السلیمه احبا، اینا نه دوستدار علمند نه دوستدار مدنیت و تمدن اسلام. نگاه میکنید؟ یعنی یه دغدغه بزرگی این متفکر داشته است. عنوان کتابش رو شما میبینید، الاسلام بین العلم و المدنیه. اسلام بین مدنیت و علم چه کار باید بکنه؟ چه حرکتی باید بکنیم؟ سوالی بود که برای محمد عبده پیش می‌آمد و البته پاسخهایی پیدا می‌کردند. دکتر صبحی منصور عبده رو اینگونه توصیف می‌کنه، میگوید که اصلاح ضرورتی است که نزدیک به 1 قرن به تأخیر افتاد. این اصلاح به دست بزرگانی چون امام محمد عبده در داخل از الازهر و در خارج از آن شروع شد. امام محمد عبده به تنهایی در مقابل وهابیت و تصوف قد علم کرد. مبنای احتکام یعنی صادر کردن حکم، مبنای احتکام را قرآن کریم قرار داد. او در سال 1905 میلادی در اوج شکوفایی اندیشش درگذشت، اما شاگردش رشید رضا ضمن همپیمانی با وهابیت و نفوذ سعودی مدرسه امام را به نابودی کشاند، تا جایی که افکار و اقوال امام محمد عبده در داخل الازهر به کفر و فسق شناخته شد. سپس با ظهور اهل قرآن بر مبنای اندیشه های امام محمد عبده دوباره پرچم اصلاحگری مجدداً برافراشته شد. مخالف چند همسری بود، تصور میکرد که یک رسم کهنه است. عبده اسلام را آزاد کننده مردم از اسارت، فراهم کننده حقوق برابر برای همه انسان ها میدانست. مهمترین آثار محمد عبده اینا هستند: الاسلام، الرد علی منتقدی، اصلاح المحاکم الشرعیه، تفسیر المنار، رسالة التوحید، شرح نهج البلاغه، الاسلام النصرانیه بین العلم و المدنیه. اینا از جمله آثاری هستند که از محمد عبده باقی مانده است. خب دوستان، اینایی که برای شما من الان دارم توضیح میدم، اینها از پیشگامان
ترقی و توسعه و پیشرفت در جهان اسلام هست. یه پیشگامان ترقی و پیشرفت در ایران هم بودند که به اونها هم خواهیم رسید. کسانی بودند که نغمه توسعه ایران رو سر دادند، قلم زدند، کتاب‌ها نوشتند، حرکت‌هایی رو کردند. خب به اونها هم اشاره خواهم کرد. اجازه بدید که با یه شخص دیگری هم ما در این فرصت آشنا بشیم. این شخص عبارت است از طه حسین. بله؟ چیه؟ شما نگران من نباشید. بله، حضور شما عرض می کنم که در 14 نوامبر 1889 متولد میشه. سال 1973 هم وفات میکنه، تقریباً 30-40 سال پیش دیگه. در بله دوستان، طه حسین یه نابغه بوده است واقعا. یه شخصی که در سن 3 سالگی کور میشه، اما در دانشگاه سوربن فرانسه به درجاتی میرسه، کتاب‌هایی می‌نویسه که با هر کتابش یه قلقله‌ای در جهان اسلام پدید میاره. با هر کتاب. یه شخصی که کور بوده واقعا، وزیر معارف مصر میشه با وجود اینکه این شخص کور بوده است. اصلاحاتی اینا در دانشگاه الازهر ایجاد میکنه. بذارید با این شخص آشنا بشیم. خب از محدودیت اندیشه استادان خود در دانشگاه الازهر در عذاب بود. این شخصی که دانشجوی الازهر بود میگفت چرا استادان من دچار محدودیت اندیشه شدن. خب از جمله نخستین دانش آموخته این دانشگاه که به درجه دکترا نائل میشه، رساله دکترای ایشان درباره ابوالعلای محری، شاعر شک‌گرای عرب است. من راجع به ابوالعلای محری در بنیاد پژوهشی شهریار سخنرانی کردم. سخنرانی رو هم در کانال گذاشتیم. بالغ بر 20,000 بازدید کننده این سخنرانی داشته است. شما فرصت کردید حتما ببینید و با ابوالعلای محری شما آشنا میشید. ما ابوالعلای محری رو با مولانا مقایسه کردیم. یه شخصیت عظیمی که در جهان اسلام پدید اومد. توجه میکنید؟ خود طه حسین هم 2 کتاب راجع به ابوالعلای محری نوشتن. هم ابوالعلا کور بود، هم طه حسین کور. این 2 تا کوری اینها رو به هم نزدیک میکنن. در سال 1914 به سوربن فرانسه رفت. در پاریس سال 1917 دکترای خودش رو راجع به ابن خلدون نوشت. خب در ارتباط با ابن خلدون هم ما یک کتابی رو ترجمه کردیم، یادتونه به شما معرفی کردیم، عصبیت و دولت. احتمالاً هم اینجا گروه سمیناری بذاره اون کتاب رو ما معرفی کنیم برای دانشجویان. عصبیت و دولت از منظر ابن خلدون. در بازگشت به مصر استاد ادبیات عرب یکی از بنیانگذاران دانشگاه اسکندریه شد. طه حسین رمان‌ها و رساله‌های بسیاری رو می‌نویسه، ولی در غرب بیشتر به خاطر رمان الایام شهرت پیدا میکنه. این کتاب الایام رو شما پیدا کردید حتما بخونید. آقای خدیوجم خیلی زیبا ترجمه کرده است، به فارسی ترجمه شده است. الایام ترجمه شده آن روزها.
خیلی کتاب زیبا و خوندنی است. شرح حال خودشه، یک رمان عاشقانه است. یکی از هواداران سرسخت انقلاب 1952 مصر بوده. به روش دموکراتیک و آزاد در آموزش خیلی تکیه و تأکید داشت. سال 1950 طاها حسین وزیر آموزش و پرورش مصر میشه. آموزش همگانی رو برای همگان آزاد و رایگان اعلام میکنه. طاها حسین در سال 1926 یک کتابی می‌نویسه به نام فی الشعر الجاهلی. این کتاب باعث تکفیر طاها حسین در جهان عرب میشه. کتابی که بعدها خشم الازهریان رو برانگیخت. اینا مدعی شدن که طاها حسین به اسلام توهین کرده است. البته حرف طاها حسین واقعا این نبود، چون من این کتاب رو خوندم. هم بعدها طاها حسین در توضیح فی الشعر الجاهلی اومد یک کتابی رو نوشت به نام فی الادب الجاهلی. پاره ای از نظریات خودش رو پس گرفت. طاها حسین یه حدیثی از عمر رو اونجا میاره، توجه میکنید. به این صورت نقل شده، مضموناً از عمر نقل میشه که کسی که میخواد به قرآن مسلط بشه، کسی که میخواد مفسر قرآن بشه، باید اشعار جاهلی عرب رو بدونه. توجه میکنید. و در تاریخ ادبیات عرب این گونه بود که این اشعار تحت عنوان معلقاتی بر سردر کعبه آویخته میشد. شاعرانی در بازار عکاظ کعبه در مکه اینا رو نقد میکردند. شما فیلم محمد رسول الله رو هم دیده باشید. در اون ابتدایش ابو سفیان که با همسرش هند میاد، یه شاعری یه شعری میخونه، یه کیسه زر رو بر میداره پرتاب میکنه به سمت اون شاعر. اونجا شما نگاه کنید میبینید اون همون بازار عکاظ است که بازاری است که شاعران شعرشون رو میخونن و صرافان شعر رو به نقد میکشن. خب حمله‌ای که طاها حسین میکنه چی هست؟ حمله‌ای که طاها حسین میکنه به اشعار جاهلی عرب حمله میکنه به این که میگه در این شعرها واژه‌هایی استفاده شده، این واژه‌ها منتسب به قبایلی از عرب هست، مثل قبیله بنی قینقاع هست، قبیله بنی قریظه هست، یه سلسله قبایلی اونجا اومده است که این واژه‌ها یه خاستگاه تاریخی دارن در تولد. خلاصه سخن طاها حسین این است که این اشعار ساخته و پرداخته دوران امویان است، یعنی بعد از قرآن این اشعار ساخته شده است، این واژه ها به این صورت اومده است. این تعارض پیدا می‌کرد با اون جمله‌ای که عمر میگفت که شما برای شناخت قرآن باید به اون اشعار مراجعه کنید. از این حیث جهان اهل تسنن حمله میکنه به طاها حسین. بعد یه سلسله از این واژه ها هم در قرآن اومده بود. شما میدونید واژه هایی ما در قرآن داریم که مال یه قبیله عرب هست، همچنان که رسم هایی ما داریم که فقط مال یه قبیله عرب بوده است. زنده به گور کردن دختران تنها مال یه قبیله بوده، نه مال تمام جهان عرب بوده است. یه قبیله این کار رو میکرده است. توجه میکنید؟ پس بنابراین طاها حسین در کتاب فی الادب الجاهلی این رو پس میگیره و یه تصحیحایی رو در اونجا ایجاد میکنه که من الان مایل نیستم که به اون بپردازم. خب ادامه سخن رو برای نوبت دیگه میذاریم. موافقید؟ این قصه هنوز تموم نشده و به صورت چند حلقه من این رو ادامه خواهم داد تا انشالله به یه سرانجامی برسونم. در این فاصله میخوام که دوستان اگر سوالی دارن، پرسشی دارن، میتونن طرح بکنن. محمد عبدوهنه جمله مالش.
ببینید، بیشتر از این که شما راجع به امام موسی صدر شما بپرسید که امام موسی صدر آیا زنده بوده است یا مرده، من توصیه میکنم شما کتاباش رو بخونید. یعنی از جمله شخصیت هایی است که فوق العاده در پیدایش مکتب تشیع اثرگذار بود. در لبنان از جمله احیاگران مکتب تشیع بود. از جمله شخصیت هایی بود که در سلسله همین افرادی که من دارم نام میبرم جا میگیره، از پیشگامان ترقی و توسعه جهان اسلام به ویژه جهان تشیع به شمار میاد. خیلی نگاه های بازی نسبت به اداره جامعه داشته است، نگاه دینی خاصی داشته است و شما میتونید خب به آثارشون مراجعه کنید و بخونید. خب دیگه خدیوجم، بله، یکی از مترجمان توانای ما آقای خدیوجم هست. کتاب الایام رو ترجمه کرده، آن روزها. علاوه بر اون کتاب بله احیاء علوم الدین امام محمد غزالی رو هم ایشون ترجمه کرده است. خیلی ترجمه خوبی هم هست، گرچه که اخیراً من میخوندم که آقای طباطبایی که به ایشون اشاره خواهیم کرد دیگه، سید جواد طباطبایی، ایشان خب حملاتی میکرد. یکی از اونها هم خدیوجم بوده که میگفت من به ایشون گفتم ترجمه های شما خیلی اشکال داره مثلا. درسته؟ بله.